خوب یک بار دیگه خوش اومدید میگم شما رو تقریبا 10 بار الکه میگم صبح بخیر برای هر یک شما مشکل سرخستان سرخستان مشکل است نه مخصوصا سراندگان برای سراندگان رسم شده است که در وقتش یگان بار نمیبیوند مثلا بسیار سراندگان در حقیقت چنین است دیر میبیوند برای چی است یکم سوال برای شما بعضی نفرایو لیکن شما یگان بار دیر نکردید نه پس برای چی امروز ساعت 8 اومدید راست 8 نه ما همین ساعتی شما با وقت اومدید بله اگر ما عمدگی ما دو شده فاروقی من بیدار دیگه اخو بهترین است در حقیقت خب اومن در اینجا یک بانو هستند دیگه فاروق منو بیدار کرد دیگه خب اومن شما میگفتید که مخصوصا برای پختچینی رفتن چند ساعت در نزد آینه نشسته خود را آروم شده خیلی هم شوق‌آور است برای همگان البته برای هر یک زن اول رم بور بکنن بعد میبرویم ندونم اکن همه هر خیل نیم ساعت نه نیم ساعت یک ساعت آخه نیم ساعت یک ساعت برای پختچینی الکه اگر برای ساده باشه دیگر ادو یک روز الکه اومده است خب برای شما روی سفید پیش از همه پختچینی بهترین اومن شما گفتید که اولم جان چند کیلوگرم پخته میشینید در الکه شما گفتید که من پخته رفته هستم اگر از سحر تا بیگاه چینی مگر 20 کیلو بدهیست تمام خاگو گپ راستش گفتم نکن برای چی گپی دروغ زدن نکن علما ساعت باشه دکتر آخرین 0 گرم پاتری مگر با 10 کیلو اینقدر قدو باز من هیچ باوری نیست من لینگام مایده اومن شما عمر جان کو اون لینگی پختچینی میگن آورد برای چیدن ها ورزگی کی اومده کار برای مخصوصا برای اومده میکنن اگر خطا نکنم من کال خوشش بیفتگم تو لینگی گفتم ریسمون که عمده خوب خیلی هم بهتر است برای کی پختی میپچریم رفتن 25 30 کیلو میشنم امروز قهرمان والا که در راز ما هم هستن 25 30 کیلو طولش میجام ولی در حقیقت بدون چی بعضی نفرون میگن که در پخته پول کار کردن نمیشن من میگم میشود من این نفر 20 کیلو شدن خیلی هم یک روز نه پولی تو حتما میبرد پروردن در کارهای خیلی هم شوق عقل زفران صحبت رو ادامه صحبت رو در پخته میبینیم برای شما میگیم که کوشش کنید تستر شنید پخته رو با قهرمان ها توفه هم هست در اینجا شما چی میخواید مخصوصا گفتنیم که برای پختچینا تماشا کن عزیزم سرزمینی تاجیکستان را نگر جوش و خروشی کاری عزمی پختکاران را خب با یاد من اومد یک شعری که پخته جان پخته بود که کی میدوند پنو خط کنم همرو پخته جان پخته رویده چون گل دسته متاسفانه نمیدونستن هیچ بوکی نیست همین رو بذارن تشکر زیاد میگم خب بار دیگر خوش آمدید هر یک شما رو وابسته از اون که بعضی سرانندگان بودن که الکه نیامدند امروز ما برای نفرون نیست دوست می‌داریم این نفرون رو هر یک شما رو بار دیگر میگم خوش آمدید با تلویزیون و رادیو با برنامه ستارگان در پخته شما چی می‌خواهید که در ابد برای شما پیشنهاد کنن در اونجا آشپزهای مشهور هم هستن الکه در صحرا من فکر میکنم که هر یک طعام که شود همون بامزه میشود بامزه میشود فرق دارد کدام خوراک باشد فایزش دیگر است خوب بهترین است دوستان عزیزان نفرانی که این لحظه ما رو تماشا کرده شدن بار دیگر میگم این تلویزیون و رادیو سلام است برای هر یک شما بار دیگر تماشای خوب رو تمام ما رو همراه باشید